سلام دوستان، میخوام امروز بهتون آموزش بدم چطوری لژندری چست باز کنید. همون اسپارکی بهش میگن. بریم سراغ بازی. دوستان این اسپارکی که خودم گرفتم، اول باید جای چارچستون خالی باشه، یعنی اینا خالی باشه. بعد میرید بتل کاپ کم میکنید 6 تا، یعنی 6 باخت 3 ستاره، یعنی 6 بار ببازید همش هم 3 ستاره. شل بازی کنید، شل یعنی جوری که سرور متوجه نشه. شل بازی کنید و چست و بعدش هم 4 بار پشت سر هم میبرید، 4 بار که یکی از اونا حتما 3 ستاره باشه. چون من خودم همین کارو کردم و چست آخری 3 ستاره بردم، به هم اسپارکی داد و بقیش رو 1 یا 2. و بعد میرید آرنا 6 اسپارکی 6 بار میزنید رو اسپارکی، تا چون اسپارکی با این آرنا متصله، میزنید روش متصله. بعدش هم چست آخری که 3 ستاره کردید وازش میکنید. به احتمال 60% اسپارکی، نمیگم 100% چون شانسیه، منم چندین بار امتحانش کردم و آخر گیرم اومد. و یه راه حل دیگه هم داره، میتونید کرونچستتونه تا 7 پرش کنید، 200 تا کاپ کم کنید جوری که سرور متوجه نشه و بعدش یه بتل قدرتمند و 3 ستاره میکنید. وقتی بتل قدرتمند و 3 ستاره کردید، به امید یه لژندری کرونچستتون رو باز میکنید. همین طریق میتونید اسپارکی بگیرید یا یه لژندری دیگه. و من تونستم اسپارکی بگیرم و خیلی خوشحالم. خدا نگهدار.